گرفت میاد میره. اصلا یه انبار بود، یه انبار نمها سروش بلفیزیکی. طبقه بالای خونه. بچه اینو نگاه کنید، این اصلا نیاز فیلتر نداره، همینجوری خیلی واضح میزنم عقب. نگاه کنید اینجا رو، اصلا یه چیزایی اونجایی داره رد میشه. جلو دوربین یه چیزایی داره رد میشه. این گرد و خاک چیه؟ ولی خب من هیچ گرد و خاک نمیبینم. ولی من اون چیز بالا که اونجوری رد میشد برای من خیلی عجیب تر بود. بچه نگاه کن، یه جن، یه روح واقعی اینجوری خودشو نشون میده. بعدی فیلم نیست،